لحظه از خود سفارت برگشتیم، متاسفانه کارهای ما اوکی نشده. آزمایش خون بگیریم، آزمایش خون یک مقدار دیر گرفتیم و همون خاطر دیگه کار ما متاسفانه در فردا رفته کرد. همراه رفیقمون آمدیم خلاصه همین یک کوبیده سفارش دادیم که کوبیدش خیلی خوشمزه است، رستوران خوش‌طعم است دیگه. دو سیخ کوبیده را به قیمت 100 افغانی که فوق‌العاده خوشمزه است آمدیم که نوشجان کنیم. شما دوستان گوشنه هستیم که فرمایید همراه ما یک نهار با هم دیگه بخوریم. تشکر میکنیم از شما که حوصله ما رو دارید. شما رو موفق باشید. دوستان اینی چست خونه که میده هر کسی که از هرات میخواه ویزا دریافت کنه حتما باید اول چست خون بدون چست خون اصلا اجازه نمیده از در داخل بودید. دیگه دوستان موفق باشید.